ولقد اتوا على القريه التي یقینا امی مردم قومی توی پیغمبر علیه السلام زمانی که در شام سفر میکنه میآیا على القريه بالای قریه التي امطرت امو قریه که باریده شده مطر الصو باران سنگ یعنی سنگسار شده افلم یکونا یا نیست یرونا که منطقه را ببینه چرا در عبرت نمیگیره بل کانوا لا یرجون نشورا بلکه بودن امید نداشتن یعنی عقیده نداشتن از زندگی بعد از مرگ و اذا رأوک زمانی که تو را میبینه یتخذونک نمیگیره تو را مگر الا هزوا به مسخره تو را میگیره اهذا الذی از روی مسخره میگه امیکک بعث الله رسولا امیکک روان کده الله پیغمبر امیکک این مردم قدر و قیمت تو را خو نمیشناسه و نه از دعوت تا بشناسه بلکه به باد مسخره تو را میگیره وقتی که تو را میبینه در بین خود میگه که این امیکک است همون کسی که دعوای پیغمبری کرده و اذا رأوک یتخذونک وقتی میبینه تو را مگر جور نمیگیره تو را الا هزوا مگر به باد مسخره میگه نمیگه کس انگشت اشاره میکنه همین وا بیگه کس همین کار رو میکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم میگفت بیگه کس که مخالفت کلی بابا و اجداد خدا کرده دینی آبا و اجداد مانده همین کک همین یتیمک اهذا الذی بعث الله رسولا باز میگفت همین کک است که الله ای را پیغمبر روان کرده دیگه کسا دین نمیفهمه همین مولی همین کک دیگه نمیفهمه ولی هم همونطور میگه او زمان هم همونطور میگفت این کاد لیضلنا عن آلهتنا باز چی میگه قریب است لیضلنا که ما را گمراه بسازه خطا کنه عن آلهتنا از معبودای ما که دین پدرای ماست لولا ان صبرنا علیها اگر ما صبر و استقامت سرش نمی کردیم قریب بود که توسط گپا و تقریرای خود ما را بگردانه لیکن ما مقاومت خرج کردیم از او خاطر آلی ما کم استیم در دینی خود الله رحم بکنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا گمراه میگه دعوت به توحید و قرآن یا گمراهی میگه حالی مردم امروز ما چیست دعوت به توحید الله ای را گمراهی میگه دعوت به قرآن کریم گمراهی میگه و ما را چی میگه ما شما را چی میگه گمراه او زمانم به رسول الله مردم گمراه میکرد دعوت به سوی توحید و قرآن چی میگفت گمراهی ای را کی میکنه حالی در او زمان مشرکین میکرد کفار که سخت ایناد و ضد با دین داشتن لیکن امروز میگه پسر منبر مسلمانا از در مساجد از طرف کی ملا میشنوی از ملا پس مبارزه ما سخت‌تر است چرا به خاطری که ملا مردم تحریک کرده مردم ما را نمیمانه حالی اگر یک نفر را فلیدین در مسجد بکنه حالی زدن شروع میشه ده کس نمیرسه او طور است خود چی میگه یا این کاد لیضلنا قریب بود که ما را خطا کنه عن آلهتنا از معبودای ما لولا ان صبرنا علیها اگر ما صبر نمیکردیم عوام ما حالی همینطور میگه والا یک دفعه برابر شدم در ترجمه برابر شد قریب بود که مرا چپا کنه لیکن من چی کردم صبر کردم دینی بابا را اعلان نکردم الله میگه و سوف یعلمون زود است که بدانه مردم کی حین یرون العذاب زمانی که ببینه عذاب من اضل سبیلا کیست خیلی گمراه در از راه حقیقت اونجا باز معلوم میشه حالی خود تو خدا میگی که من به هدایت هستم لیکن من میگم کسی که راه کتاب الله و سنت رسول الله را ترک کرده او چیز سخت گمراه است ارأیت من اتخذ الهه پیغمبر علیه السلام الله متعال تسلی میده او دلیل ازیر ذکر میکنه سببی که چرا این مردمان نمیپذیره دعوت پیغمبره به خاطری که بری خود معبود داره یا خود بنده های خواهشات است ارائیت خبر بده پیغمبر علیه السلام یعنی علمت حاصل نشده بولوی از یا من اتخذ کسی که گرفته الهه معبود خود هواه و پیروی خواهشات خود کسی که خواهشات خود بری خود معبود گرفته افا انت تکونو علیه وکیلا یا تو سر ازو سرپرست هستی زموار هستی که حتما او را در را بیاری در را ورده نمیتونی چرا او بندی خواهش خود است او خواهش خود معبود بری خود جور کرده دو ترجمه میکنیم اول معنا ارائیت خبر بده پیغمبر علیه السلام منو کسی را اتخذه که جور کرده الهه معبودی خدا که پرستش بکنه هواه
مطابق خواهش خود، چیزی که میل دلش است امور بری خود چی کرده؟ معبود ساخته. کسی میل دلش به قبر است، از او خاطر سری سجده را در پیش چی میمانه؟ در قبر میمانه. طواف در کجا میکنه؟ در گرد قبر میکنه. کسی بری خود معبود جور کرده پیر صاحبه، از او خاطر سری سجده را در پایای از او مانده رایسته. هر کس مطابق خواهش و میل خود بری خود چی کرده؟ معبود ساخته. کسی چی را؟ بت تراش کرده از چوب یا از سنگ، او را عبادت و پرستش میکنه. رقم کسی اون گوا، این دوا گوا پرستش میکنه. کسی موشاره. رقم کسی شیطانه. هر کس مطابق میل خود بری خود معبود جور کرده. میل هر کس کی است؟ الله میل ما را الله به طرف توحید الله بسازه که الله معبودی ما باشه، نه چیزای دیگه. میل ما دیگه رقم نباشه. یک ترجمه است. دوم ترجمه، ارأیت من اتخذ الهه، خبر بده مرا پیغمبر علیه السلام، یعنی علم حاصل شده کسی که بگیره الهه معبودی خدا، هواه و خواهش خدا، یعنی از خواهشات خود آنقدر اطاعت میکنه مثل که از الله متعال اطاعت میکنه، پسی در حقیقت امرای الله شریک جور کرده. کی را؟ خواهش خدا، هوا و هوس خدا امرای الله شریک ساخته. مثل که از الله متعال پیروی میکنه، از هوا و هوس خدا پیروی میکنه. چیزی که خواهشات تقاضا میکنه امور عملی میکنه. مثل که امروز مردمای مبتدعین همیطور است، فاسق و فاجر و زیاد تابعداری خواهشات خدا میکنه، آنقدر تابع عزیزه که یک موی از اوی طرف نمیشه. تو گویی که نعوذ بالله بنده الله است، مثل که از الله اطاعت میکنه از این اطاعت میکنه. آلی در اینجا الله متعال ارائیت که میگه پیغمبر علیه السلام الله تسلی میده. برای پیغمبر الله متعال میفرمه که یا رسول الله، اعراض و روگردانی از یا، انتقاد و اعتراض از یا، شبهه انداختن از یا، از روی نواقص نیست که در تو یا در دعوت تو موجود باشه. نه تو در تو نقصان دیده میتونن و نه در دعوت تو نقصان دیده میتونه، بلکه اصل نقصان در خودی از یاست. پس توی تر خمگین و خفه نشوی که چرا ما این قدر زحمت میکشم محنت میکنم لیکن یا باز دزو چی نمیشه، در راه نمیه. الله متعال میگه نقصان در تو برنامهت نیست، نقصان در خودی از یاست. چرا نقصان در خودی از یاست؟ یک کسی که معبودش خواهشش باشه او کی تو را در راه آورده میتونی؟ او خو فقط همو چیزی که خواهشش میخواه مطابق از او حرکت میکنه. پس ای پیغمبر غم نکنی از این طور مردم ها را که رایاب نشد. چرا تو را وکیل جور نکردیم ذمه‌وار که حتما مردم ایمان سرش حتما بقبولان؟ نه، اسباب هدایت الله برش داده و بعد دکار بندازه و بعد از او بعد ایمان بیاره. لیکن این مردم ها اسباب خدا چی کرده؟ ضایع کرده، تابع خواهش شده. حالی باز الله تسلی میده، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، تو گمان داری که اکثریت از یا میشنوه گپی حقا او یعقلون یا تعامل و تفکر دو میکنه؟ کلا، یا این مردم های طور نیست. اردو اسباب تعقل و سمع را مکمل از بین برده. انهم الا کالانعام، نیست این مردم مگر به مثل چارپای است. بل هم اضل سبیلا، بلکه از چارپایا کردم یا خیلی راه خطا کرده. چرا؟ حیوانات اگرچه توحید و رسالت نمیشناسه لیکن باطل هم نمیگه، توحید و رسالت باطل هم نمیگه، بلکه الله متعال کدام وظیفه را که برای حیوانات مقرر کرده و همون وظیفه را مطابق فرمان مالک خود اجرا میکنه. لیکن این مردم ها مالک هم نمیشناسه و وظیفه مالک خود که الله او را اجرا هم نمیکنه، از خاطر از چارپایا قدم بدسته. الله متعال میگه که اگر یا سخریه سخنای بی منطق و بی اساس میزنه تو ناراحت نشوی پیغمبر علیه السلام. چرا؟ یک انسان وقتی که یک راهیابی را پیدا میکنه، یعنی راهیاب میشه، دو جهت داره، برای دو سبب برای راهیابیش است. یا عقل سلیم داشته باشه که تعامل و تفکر در برنامه یک کسی بکنه و بعد از او بدانه کی برنامه حق است بپذیره. لیکن این مردم ها امی کسایی که مخالفی توسته که سخنای بی منطق گفته رایسته یا ایج عقل نداره، مصداقی عقلون ولا نیسته، تعامل و تفکر نمیکنه، یا ایسته که یک انسان را وقتی پیدا میکنه که لا عقل اگر خود تعامل و تفکر نمیکنه یا وقتش نداره، لیکن به مردم خوب و دانشمند گوش میمانه که او چی میگه. این مردم ها حتی گوش هم برای اینطور مردم نمیمانه. پس وقتی که دو سبب برای راهیابی انسان است، ایره یا چی کده؟
از بین برده ضایع کرده، از یا توقع ایمان و خیر است؟ کلا قطعا نیست، بلکه این مردم از چارپای قدم مرتبهشان چی شده؟ پایین شده. الم تر الی ربک کیف مد الظل. آلی الله باز متوجه می سازه انسانه، گو انسانی که غافل است، پرده های جهل، نادانی، زد و چیست، نعوذ بالله تکبر در پیش رویش است، حقیقتا را نمی بینه. الله متعال باز متوجه می سازه انسانه که این انسان تو بی این نظام مستحکم الله را در نظام جهان چه رقم مؤثر است و چقدر دوام داره. الله متعال چه قسمی کارا را میکنه، تو سببا را میبینی، در مسبب الاسباب نظر نمیکنی، کلی کارا را اداره نظم و نظامش الله متعال کرده. اگر دایی تعامل بکنی بالکل تو وادار میشی به ای که اعتراف بکنی که بله حق بندگی تنها از الله متعال است، کسی دیگر مستحق بندگی نیست. علم تر تو نمیبینی مخاطب الی ربک، بسوی پروردگاری خود، یعنی علم برات حاصل نشده در مورد الله متعال. چه علم؟ که الله چقدر قدرت کامل داره و مستحق عبادت تنها الله متعال است. کیف مد الظل، چه قسم دراز میکنه میکشانه سایه را هموار کرده. قبل از اینکه آفتاب طلوع بکنه دنیا را مکمل سایه گرفته، آفتاب طلوع نکرده. ولو شاء لجعله، اگر میخواست الله متعال میگردانی دمی سایه را ساکنن ثابت که جمع نشه و همیشه سایه باشه. اگر همیشه سایه میبود در بدر خاک بسر میشدیم، نه میوه ها میبود نه دانه ها میبود، بلکه خودی ما از سایقه و سردی چی میشدیم؟ جان میدادیم. انسان ببین چقدر الله متوازن پیدا کرده، شب و روز سایه را در چقدر مدت نگاه میکنه، بعد از او از بین میبره، کلش برای منفعتی توسته و خیلی متناسب است. چه رقم متناسب است؟ ثم جعلنا الشمس، بعد از او گردانیدیم الشمس آفتاب، یعنی طلوع آفتاب، علیه بالای سایه دلیل. سایه را از کجا میشناسی؟ اگر آفتاب نمی بود سایه را میشناختی؟ نمیشناختی. آفتاب، طلوع آفتاب معرفت سایه است، چرا که آفتاب به حالی تو میفهمی که این سایه است. اگر هیچ آفتاب نمی بود سایه را نمیشناختی. یک. دوم علت وجودی سایه هم کیست؟ بگه آفتاب است. علت وجودی سایه آفتاب است، چرا که توسط آفتاب سایه چی میشه؟ زائل میشه. حالی دیگه معلوم شد که اینجا سایه موجود است، اینجا نیست. الاشیاء تعرف بازدادها. ثم قبضناه، بعد از او قبض میکنم یعنی میگیرم الینا به سوی خود امی سایه را قبض یسیرا، به قبض آسان یا به قبض خیلی به زودی، یعنی یا آسان میگیرم یا به زودی که کم 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 آخرش هیچ چیز باقی نمیمانه. آخرش الله متعال از یک طرف خو نشانه قدرت خود در سایه و در آفتاب و دیام میگه، لیکن برای انسان ایرا پیش میکنه که دلیل قوی بالای یک تا پرستی الله متعال است. طلوع آفتاب که سایه کم میشه، این سبب خوشبختی توسته که باز آفتاب میبره، دو زراعت ها و میوه ها پخته میشه، نشو و نمو میکنه و بری تو روشنی است که در هر جای کار کرده رایستی. اگر الله متعال کل شب میطور میبود یا سایه میطور میبود، هیچ راه زندگی برای تو قطعا مهیا نمیشد. اما الله متعال چی رقم نظامش است، با کدام نظم و دیسیپلین طلوع آفتاب کم شدن سایه تا که آخر هیچ سایه باقی نمانه وقت زوال میشه. و هو الذی، الله ذاتی است، جعل لكم اللیل، که گردانید برای شما شب لباسا، چیزی پوشیدنی مثل لباس واره. بله در پیش هم وقتی که آفتاب میبره کم کم میره، الله اشاره به سوی مثال دنیا میده که دنیا می نمی رقم است، کم 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 آخرش هیچ چیز باقی نمیمانه، یک دم از بین میره، چرا که کلش در اختیار الله متعال است. و امی قسم گردانید الله برای شما لیل شب لباسا، لباس بدن انسان پنهان میکنه، ستر عورت میکنه، شب هم امی قسم سر انسان پرده میندازه. و النوم گردانید ایم، الله میگه الله ذات است که گردانید خواب است، ثباتا راحت، قطع کننده تمامی ماندگی ها و خسته و زلگی ها. ثبات اصل من قطع را میگه، یام تمامی خستگی را در ماندگی را چی میکنه؟ قطع میکنه، راحت میبخشه. و جعل النهار نشورا، گردانید روزه
روزی چی؟ یعنی موقع برخواستن، وقتی برخواستن و برآمدن است که مردم تیت شود برای طلب ابو خواسته ها و نیازمندی های خود. و هو الذی الله ذات است ارسل ریاح که روان کرده بادارا بشرا بین یدی رحمته، خوشخبری دهنده در پیش رحمت الله که باران است. اول باد پیدا میشه، تم توقع مردم پیدا میشه که این باران شروع میشه. و انزلنا من السماء ماء، از روان کردیم از طرف بالا آب طهورا پاک کننده، که هر چیز پاک میسازه، چیزای آلوده و ملوث مکمل پاک میسازه. این کلش نشانه قدرت الله در زیر تصرف الله متعال میچله. لنحیی به بلدتا میتا، که زنده کنم توسط یاب بلدتا میتا. اینجا بلده به معنی بلد است، یعنی شهری که او مرده است، خشک و خالی است، چیزی دیش نیست. و نسقیه مما خلقنا، می نوشانم همی آب از آن چیزی که ما پیدا کردیم، انعاما چارپایا را و اناسی انسانا را کثیرا خیلی زیاده، توسط ای آب بار سیراب بکنیم. از همون خاطر اینجا مراد از انعام گفت، اناسی دیگه چیزا را نگفت، به خاطر که عام اسباب بقای انسان همی حیوانات است. بازیر اول ذکر کرد، چرا که نیاز انسان به حیوانات است، از او خاطر اول ذکر کرد. در انسان هم کثیرن گفت، کلگی نه، بعضی مردم ها توسط آبی باران نه، بلکه آبی چشمه ها و دریاها و جوی ها استفاده میکنن، از او خاطر کثیرا را گفت. ولقد صرفنا بینهم، یقینا ما بیان کردیم امی قرآن کریم بینهم در بین مردم ها، لیذکروا، بخاطر که نصیحت بگیره از این که قرآن کریم از مطالب و از او خواسته هایی که قرآن کریم داره، از او چی هدایاتی که قرآن کریم داره، یا استفاده بکنه، نصیحت بپذیره. او زمین راجع به قرآن کریم. دوم ترجمه، ولقد صرفنا، و یقینا ما تبدیل میکنیم به قدر مصلحت امی آب بینهم در بین مردم، لیذکروا، که تا نصیحت قبول بکنه. یک روز در یک جای باران میکنیم، دیگر روز در دیگر جای باران میکنیم، تا که بفهمن که امی کلی قدرت ها در دستی ما نیست، بلکه الله متعال میگردانه، گاهی یک ملاک گاهی دیگر ملاک. دو ترجمه. سوم ترجمه، ولقد صرفنا بینهم لیذکروا، یقینا ما، ولقد صرفنا، یقینا ما چی تقسیم کردیم، هو امی آب بینهم در بین مردم، لیذکروا، به خاطر که نصیحت بپذیرن. یعنی ما قسمت کردیم، نوبتا جور شد آب، گاهی به یکی گاهی به دیگه. الله میگه این کلی کارا را ما کردیم که سبب حیات انسان هاست. فابا اکثر الناس، انکار میکنه اکثری مردم ها از اینکه دلایل توحید و یکتا پرستی الله را بپذیره، الا کفورا، بجز از ناسپاسی. فقط کارش ناسپاسی، دیگه همه چیز انکار میکنه، نمیپذیره، فقط ناسپاسی را میپذیره. این نعمتای الله متعال تعامل نمیکنه که بدانه الله متعال چه قسم انتظام امی روان کردن آب و گپا کرده و ای را برای ما کرده. باریدن باران بعد سپاس گزاری میکرد، نسبتش به الله میکرد. میبینی که مردم میخیزه، میگی توغل است، ستاره توغل است، این باران شد، این مچم کدام چیز شده، این طوری گپا را میزنه. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریة، اگر ما میخواستیم، لبعثنا، ما میفرستیم در هر قریه نذیرا، بیم دهنده را، که هر قریه علایده داشته باشه. لیکن حکمت الله تقاضا کرد تنها بالای تو مسئولیت، یعنی یا پیغمبر علیه السلام تنها بالای تو مسئولیت والا نمی کردیم. چرا؟ لیکن الله متعال خواست که ای اجر تو خیلی زیاد شوه و افتخار تو بالا بره. از امو خاطر در هر قریه علایده نظیر نفرستادم، بلکه برای کلگی نظیر توستی. بس تو بیم میدی مردم از راه های خراب که عذاب دادا میرویشان میآید. اگر الله میگه میخواستم ما به هر قریه علایده یک نفر مسئول مقرر میکردم نظیر، لیکن تو کار نکردم. چرا؟ امی افتخار بالای پیغمبر کردم تا که کل دعوتا در زیر چی شوه، دی تعلق بگیره. فلا تطیع الکافرین، تو اطاعت نکو کفارا، آلی اطاعت کفاری طور نکو که بعضی مسائل تو کتمان کنی، مثلا شرک که الله متعال مزمتش بیان کرده تو بیان نکنی به خاطری که مردم ناخوش نشوه. یا فلا تطیع الکافرین، اطاعت نکو کفارا، یعنی کاری که سبب خوشحالی کفار میشه او کار نکو، مثلا ترمیم کردن در دین خود. دو. سوم، فلا تطیع الکافرین،
تو اطاعت نکو کفاره که تبلیغ ترک کنی یا ایسته که کم کنی، بلکه بیان کو. و جاهدهم به جهادا کبیرا، جهاد کو امرای همی کفار به توسط دلایل قرآن کریم یا توسط خود قرآن. جهادا کبیرا، به جهاد خیلی بزرگ، بزور و شور محنت شروع بکو، مقابله را شروع بکو. یعنی قرآن کریم به مو سستی و تنبلی نه، به مو هوش خود، به مو زور خود دعوت بده مردم. در اینجا مراد از جهادهم جهاد فیزیکی نیست که در سنگر است. اگرچه جهاد فیزیکی یک جهادی است که الله فضایل و مرتبه و مقام از او را بیان کرده بر ما، اما اینجا مراد از جهاد دعوت است. از امو خاطر میگه بهی زوی راجع به قرآن کریم است. از او خاطر کسی که دعوتگر است نیاز به قرآن داره، نیاز به ترجمه و درسای قرآن کریم داره تا که جهاد بکنه. الله متعال در اینجا پیغمبر علیه السلام هم میگه تابعداری کفار نکو که دعوت و تبلیغ بس کنی، ترجمه قرآن کریم به مردم تشریح نکنی، نه تو خواب کوشش و طاقت تخرج کو بالای چی؟ بینمی قرآن کریم و بمی دعوت به جهاد کبیر. این عادی ندان، بلکه روزمره اگر جنگ و جاغم هستی لیکن این را ترک نکنی، بلکه تو جهاد بکو. از این آیت بر ما واضح میشه مثل که جهاد فیزیکی امر ضروری و لابودی است، مسلمان عزتش توسط از او برآورده میشه. اینمی قسم جهاد دعوتی هم مثل جهاد فیزیکی واره امور رقم اهمیت داره. از او خاطر الله متعال را جهاد کبیر گفته. به خاطر جهاد کبیر میگه اگرچه در سنگر مقابله کافر است حتی او تو را میکشه، اما در دعوت هم ساعت لحظه بری تو بدگویی و بدنامی و گپا میشه. از او خاطر این را جهاد کبیر گفته، یعنی مجاهده و طاقت بزرگ انسان خرج بکنه، به خاطر که این از جمله راه های پیغمبر صلی الله علیه وسلم و جهادش است. و هو الذی الله ذات است مرج البحرین که روان کرده دو بحر ها عذب فرات، یکی از این بحرها عذب شیرین است، فرات که تشنگی را دفع کرده میتونه، و هازا دیگیش ملح و جاج شور است و جاج تلخ است. اینه که در کام بند میشه زود تیر نمیشه. قدرت الله را بیبی که چی بحر دو چیست آب است، اگر دو آب با هم یک جای شده یکیش شیرین یکیش تلخ، پالو در پالوست، در حالی که آب در بین خود کدام حایل و پرده نداره چرا مختلط نمیشه؟ او در بعضی جایا سطح زمین کلش آب داره، بالا آب میبینی که تلخ است لیکن یک کمی که پایین تر میزنی چاره چی میشه؟ شیرین میبره. آلی آب کدام پرده چیست حسی نداره که یکی دیگر نمانه، باید امو جایی که شیرین است قطعی تلخش یک جای شوه، یا او هم تلخ شوه یا هم شیرین شوه. نه، امو اندازه است که دمو اندازه چاره پایین میزنی شیرین، اگر چیسته کمتر میزنی چی میباشه؟ تلخ میباشه. این هم یکی از جمله نشانه های قدرت بزرگ الله است که دو چیزی سیاله که با هم نرم است یکی با دیگه یک جا نمیشه، لیکن درسی عبرت برای مسلمان است. الله متعال بیبی که مؤمن و مسلمان هم مختلط پیدا کرده با وصف که یا در مابین راه اختلاط داره، از یک پدر و مادر است اما یکیش مؤمن است دیگه کافر، با هم یک جا نمیشه. ثمره از او یک رقم، ثمره دیگر رقم. مؤمن در صدد خیرخواهی مردم، کفار در صدد از بین بردن مردم است، کافر. اردویشان با هم در عمل کرد و مفکوره با هم یک جا نمیشه، مثل که اونمو دو دریا با هم مختلط نمیشه که یکی در دیگر داخل شوه. اینمی قسم مؤمن و کافر در دنیا زندگیش باید اینمی قسم باشه، ولو که دوست و عزیزت است زمانی که مخالفت از دین الله میکنه تو مخالفتش بکو. و جعل بینهما گردانیده در بین هر دو دریا برزخن یک حجابه و حجرا محجورا یک مانعی که محکم است، یعنی مؤثر است که نمیشه که مزه ها و لذت های دو دریا با هم آمیخته شوه فهمیده نشوه، بلکه هر کدام علایده الله متعال گردانیده. و هو الذی الله ذاتی از خلق من الماء که پیدا کرد از آب بشره. مراد از آب مطلق ماست یا نطفه است؟ راجع قولی است که اینجا مطلق آب است، اگرچه ما بعد آیت مناسب قطعی عزیز است، لیکن اصل تمام زنده جانار الله چی پیدا کرده؟ از آب پیدا کرده. الله ذاتی است که پیدا کرده از آب بشره انسانه، فجعله گردانیده امی آبی بشر نسبا و سیرا. امی آب الله آل سبب نسب و سبب دامادی و خسوری شده،
ایری گردانیده. تعجب میکنه انسان، قطره آبی که الله تو را از او پیدا کرده سبب چی میشه؟ نسب. چرا که تو صاحب قرابت میشی. نسب برای خود سه صورت داره، اعلا، ادنا، یعنی پدر، بابا و همینطور جد. پایین بگید بچه چیسته؟ نواسه، کواسه، کنیکاسه. یا حواشی که بیادر و کاکا و اینمی گپاسته. اینی نسبم نتیجه امی آب است که الله متعال انسان از او پیدا کرده و ایره سبب سحرم دامادی و خسوری گردانیده که ایره ما و شما در فقه تعبیر به قرابت سببی میکنه. یعنی امی ازدواج سبب شد که اینمی مردکه با کلی فامیل دختر چی شوه؟ بگوید قریب جور شوه و دوست جور شوه. از او خاطر الله متعال در اینجا بیان ازیره میکنه که الله امو ذاتی است اینطور قدرت کامل داره که از یک قطره آب الله متعال چقدر نظام چی کرده؟ زنده کرده و برقرار ساخته. و کان ربک قدیرا، هست پروردگار تو قدرتمند. اگر هر چی را بخواه، اگر از یک قطره آب انسانای گوناگون پیدا کرده، باز در بینشان روابط و خیشی و کسی را پیدا کرده، کلش در قدرت و اختیار کیست؟ الله. و الله قدرت داره که از اینمی یک قطره آب دنیا مردم با هم مرتبط بسازه، یکی با دیگه دست همکاری بده، یکی با دیگه غمخوری بکنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.